سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. خسته نباشید. آقای انصاری؟ بله بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ از ایران تماس میگیرم آقای انصاری، از اهواز. از ایران، از اهواز. اسمتون؟ امیر هستم، از اهواز تماس میگیرم آقای انصاری. آقا علی بزرگوار، بفرمایید برادر گرامی، در خدمت شما هستیم. در مورد کلیپ ها و مطالبی که مطرح شده اگر صحبتی دارید. آقای انصاری خسته نباشید. سلامت باشید. آقا علی بزرگوار، لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید. صدای تلویزیون هست، صدای تلویزیون کم کردم آقای انصاری. بفرمایید. چند بار من تماس گرفتم، خیلی دوست داشتم باهاتون تماس بگیرم و صحبت بکنم. ما همیشه برنامه خوب شما رو تماشا میکنیم. سلامت باشید، الله متعال حفظتون کنه. و به مطالب جدید و جالبی که میگید حقیقت اعتقاد داریم و بسیار بسیار برای ما پندآموز است. الحمدلله، الحمدلله. زنده باشید آقا علی بزرگوار، برادر عزیز. زنده باشید آقای انصاری. سلامت باشید. نسبت به برنامه خوبتونم بازم تشکر میکنم. در مورد کلیپ هایم که پخش کردید و در مورد مطالبی که از این بحار الانوار گفتید، بله بله، تماما اینا رو ما حقیقتا همیشه دست جمعی با چند تا دوستان میشیم نگاه میکنیم. خیلی خیلی حقیقتا تحت تاثیر قرار گرفتیم و این مطالب حقیقتا اصلا از طرف ما رد شدن. اینطوری شده که حقیقت دیگه این کتابا رو هم دیگه قبول نداریم. الحمدلله، 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 الحمدلله. و اگر خواستم حقیقتا میخواستم من اشهدتین رو بگم. الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر، الله اکبر. من تبریک میگم آقا علی بزرگوار این تولد دوباره رو به شما و امیدوارم که الله سبحانه و تعالی شما رو در این راه ثابت قدم بداره. اگر پیامی دارید به دوستان. خیلی ممنون آقای انصاری، خیلی خوشحالم که باهاتون تماس گرفتم و باهاتون تونستم صحبت بکنم. سلامت باشید. آقا علی اگر پیامی دارید برای عزیزان شیعه که هنوزم متردد هستند در اینکه راه قرآن و سنت رو انتخاب بکنن، در خدمت شما هستیم. آقای انصاری بیشتر اگر بتونید از همین کلیپ ها پخش بکنید خیلی تحت تاثیر قرار میده دوستان و اهل شیعه رو. الحمدلله، الحمدلله. تشکر از شما آقا علی بزرگوار، الله متعال حفظتون کنه و سعادت دارین نصیبتون کنه. از شما و از تمام دستاندرکاران برنامه‌تون خیلی خیلی خوشحال شدم که تونستم باهاتون صحبت بکنم. الحمدلله. زنده باشید. خدا حفظتون بکنه. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار برادر عزیز.